سلام همگی، من محمد ایکس هستم و خوش اومدید به اولین ویدیو من در کانال یوتیوب. امروز قرار به مدت 24 ساعت داخل یک جعبه بمونیم و قبل از هر چیزی لایک ویدیو رو بکوبید و کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم رو حالت آل قرار بدید. این جعبه است. ایوا من اینو باز کنم. واه بچه هاشم فیت همینجای ها. اینو حاکی کنم. بچه ها نگاه کنید اینجا رو، قشنگ فیت همینجا میبینید. خب وسایل رو هم چیدیم، یالا میریم به مدت 24 ساعت اینجا بمونیم. خب آقا الان چالش 24 ساعته داخل جعبه ما شروع میشه. الان یه جعبه خیلی کوچیکم هستش که مثلا نمیتونم دستامو کامل وا کنم و احتمال داره این سقفمونم یا اول فصل لقه و احتمال داره هر لحظه بخوره تو ملاجمون. آقا الان ساعت بذارید من بهتون نشون بدم. ساعت 10:35 است. نگاه کنید، دوربین جا فوکوس کن. ساعت 10:35 است و تا فردا ساعت 10:35 ما باید داخل این جعبه بمونیم. و الان یه سری کار یوتیوب دارم، قراره با ادیتورم حرف بزنم. بعد این کار یوتیوب هم قراره یه چالش بریم، چالشی سعی کن نخندی. حالا تا آخر ویدیو با همون همراه باشید، کلی کار رو قراره انجام بدیم که حوصله‌مون سر نره به مدت 24 ساعت داخل جعبه. خب من کارمو انجام بدم برمیگردم. خب از الان میخوایم شروع کنیم چالشی سعی کن نخندی و بریم که بیا رو ببینیم. شب لاش خور. خب از الان میخوایم شروع کنیم چالشی سعی کن نخندی و بریم که بیا رو ببینیم. میشه سری خرمگه ساعت 5 میشه. لبخند بود بچه نخند. لعنت به شبها بچگی توپ چرتی که بودم ته اون کوچه تاریک بودم. خیلی سالا گذشت تا دلم ریشه زد تو وجودم. خیلی سالا رو یادم نمونده، دورمم خیلی یادم نمونده. من هنوز حرف دارم با چشات، درد و دل کم نمونده. زندگی عین دریای بی آب، من همش راه میرم بی تو خواب. مثل یک کوریم که اساسا داده به دست یک کرم شب تاب. خندیدار نیست. فکر شیشه هست، اینجوری دست ها اینو کنید با مخرف زمید. شاخه فنا.
اوه. 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 او خندیدارم سعی کن نخندی و فکر کنم 2 بار خندیدم. خب آره دیگه 2 بار خندیدم. آره یکیشو که همون چالشی نذاشته بودم. 2 بار بچه خندیدم. مبلغ 100,000 تومان قوری کشی قراره بذاریم. حتما کامنت بذارید. خب الان هم ساعت بذارید ببینیم بچه ساعت چند شد. تو من بخوام ویدیو رو اینا رو پیدا کنم یکم طول کشید و الان ساعت بچه 5:35 بس. ساعت 5:35 است و حالا میخوام برم بشینم فیلم نگاه کنم. بعد فیلمم که تموم شد دیگه بگیریم بخوابیم تا فردا چالشمون تموم بشه. فیلم دیدیم با هم دیگه و یه دونه فیلم فسیل بود دیدم که رفتم اشتراک فیلمو زدم. یه دونه فیلم فسیل بود دیدم و 2 تا فیلم خارجی هم بود که اسمشو الان حضور ذهن ندارم، یادم رفت اسمشو. هم تو داشتم داخل مارکت، بچه‌ها دیدید دیگه جدیدن فیلم میذاره مارکت. هم تو داشتم داخل مارکت میگشتم اون فیلم رو دیدم. بعد گفتم بزنم روش، دیدم دیگه فیلم رو اسمش حالا یادم رفته. الان بچه‌ها ساعت 11:31 شبه. چرا نگاه کنید 11 صبح نیست، این 11 میبینید کنارش یه عدد داره. زید روشن کنم ببینید کنارش یه کوچیک داره، این یعنی ساعت 11 شبه. الان ساعت 11 شبه و هیچ نوری نیستش داخل اتاقم. مجبور شدم چراغ قوه گوشی رو روشن کنم. بعد حالا میخوایم بگیریم الان بخوابیم تا فردا دیگه. بعد فردا هم چالشمون تموم میشه. بچه‌ها خوشحال میشم که ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و بچه‌ها راستی حتما آیدی اینستاگرامم این بالا میاد، اینجا دقیقا اینجا میاد. بچه‌ها حتما آیدی اینستاگرام رو دنبال کنید و کامنت بچه‌ها یادتون نره قرار مبلغ 100,000 تومان به کسی که برنده شده بدم. امیدوارم اون کسی که برنده شده باشه یکی از شماها باشید و چنل ساب داشته باشید. اینستاگرام هم دنبال داشته باشید که ایشالله برنده میشید. اولین ویدیو یوتیوبمونه، احتمالاً خیلی احتمال زیاده که مثلا توی که الان داری نگاه میکنی ویدیو رو برنده بشی، چون اولین ویدیوه و یوتیوب ویدیو رو هنوز به کسای زیادی چه میدونم چطور بگم، به کسای زیادی مثلا پیشنهاد نداده که نگاه کنه. احتمالاً که تو برنده بشی خیلیه. بعد چنل ساب داشته باشید که قراره همه جا بریم ویدیو بگیریم، ارزون ترین گرون ترین. بعد قراره بریم بعد یه سال دیگه، آره دیگه سال دیگه هم چیز میاد، ویدیو بازی جی تی 6 میاد و قراره یه چنل بزنیم. تا سال دیگه قراره یه چنل بازی بزنیم که جی تی 6 رو اونجا بازی کنیم باش و قراره کلی ویدیو براتون بذارم. و اگرم دوست دارید که ویدیو گیم بذارم حتما بهم بگید که الان فعلا PS4 دارم. آره ویدیو گیم دوست دارید بگید ویدیو گیم هم براتون بذارم. تا یه ویدیو دیگه بخوام مثل ساعت 11:30 شب. از ساعت 6 صبح بیدارم بچه من میگیرم میخوابم. صبحتون بخیر. وای کمرم. صبحتون بخیر. ساعت چنده بچه؟ ساعت 11:06 است. ساعت 11:06 صبح. البته ظهره دیگه، دقیقا صبح نیست ظهره. خب بچه یعنی الان چالش 24 ساعت داخل جوامون خدا رو 100,000 مرتبه شکر تموم شد. منم گرفته شدیم بیرونا رو ببینیم. بچه دیگه چالشمون تموم شد دیگه. بچه هوا هم ابریه، نگاه کنید هوا ابریه. خب چالش 24 ساعت داخل جعبمون هم تموم شد. کمرم همین درد میکنه، اذیت شدم. خب بچه قبل از هر چیزی لایک ویدیو رو بکوبید چون واقعا کمرم درد گرفت، پام اصلا خوش شد.
چنلمون هم سابسکرایب کنید و زنگوله هم رو حالت آل قرار بدید که هر وقت ویدیو گذاشتم یوتیوب بهتون خبر بده، بیاید ویدیو رو ببینید. بعد چشم با نمونه خوابم میاد. خب بعد اینکه آیدی این اینستاگراممون هم این بالا میاد، حتما این اینستاگراممون هم دنبال کنید که قرار قوری کشی داخل این اینستاگرام قرار بهتون خبر بدم. اینستاگرام هم دنبال کنید که با هم دیگه قراره بریم بانک و 100,000 تومان بزنیم به حساب کسی که برنده شده. امیدوارم اون کس شما باشید. تا یه ویدیو دیگه Let's Durance.